ये क्या है? ایشامودین جادو را با نشان دادن طناب گیاهی که قرار است به آن جان ببخشد آغاز می کند. बेजान में जान डालना अल्लाह ताला का काम है। ये एक नकल है। ये रस्सी को मैं इस टोकरी के अंदर रखूंगा। इस टोकरी के अंदर कुछ नहीं है। ये ایشامودین سبد خالی را به حاضرین نشان می دهد. के अंदर कुछ नहीं है और इस रस्सी को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसको यहाँ पे रख दिया और अब ये जो एक बेजान रस्सी है इसको मैं इसके अंदर रखने जा रहा हूँ। درویش هندی طناب بیجان را درون سبد می‌گذارد و خودش را برای انجام نمایش آماده می‌کند. डमरू इस पे बजाएंगे और ये रस्सी जो है अमान, پسر درویش که نقش دستیار او را بازی می‌کند امان نام دارد. चलो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलो। बस रुक जाओ। अभी ये रुक गया, अमान रुक गया, ये आ गया ऊपर। इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको मैंने फिर से नीचे रखा और अभी ये जाएगा ऊपर पूरा। इसको फिर से रख दिया घुमा के यहाँ पे हमने और अब ये चलेगा। अमा खड़े हो जाओ बच्चे यूं करके। वेरी गुड, चलो। او با استفاده از یک طلسم باستانی هندی که برای فراخواندن نیروهای ماوراءالطبیعه به کار می رود، طناب بیجان را به آسمان می فرستد. طناب 6 متر ارتفاع دارد. अमान इस पे जाओगे وقت آن رسیده که ایشامودین پسرش را به آسمان بفرستد. और आके इसके ऊपर चढ़ो। बस हिलो मत और सामने देखो। در حالی که پسر از نیمی از طناب بالا رفته، درویش به او دستور می‌دهد تا بایستد، درست مثل افسانه. در نسخه افسانه‌ای پسر از این دستور سرکشی می‌کند و آنقدر از طناب بالا می‌رود که ناپدید می‌شود. और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है। امان تأمل می‌کند. ولی این بار پسر به فرمان پدر عمل می کند و پایین می آید. جادویی که قرنها مردم جهان را شگفت‌زده کرده بود دوباره اجرا شده است.